یکی از نکات مهم و جذاب که برنامه‌نویس‌ها باید در تولید نرم افزارهاشون بهش بپردازن، بحث کد ریفکتورینگ هست. یعنی اینکه شما اومدین برنامه خودتون رو پیاده سازی کردین و این برنامه در حال کار هستش و حالا میخوایم بررسی کنیم که این رفتاری که داره این تیکه کد از خودش نشون میده رو ما میتونیم به چه صورت بهتر انجام بدیم. کد ریفکتورینگ و یا بازسازی کد یک فرآیندی هست که طی اون یک کدی که نوشته شده بدون اون که رفتار خارجیش عوض بشه بازسازی میشه. به عبارت دیگه بازسازی کد و یا کد ریفکتورینگ به معنی تغییر یک سیستم نرم افزاری به منظور ارتقا و بهبود ساختار داخلی اون به صورتی هست که رفتار بیرونی اون زیاد تحت تاثیر قرار نگیره. اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم، بازسازی کد رو میتونیم یک راهی برای تمیز کردن ساختار کد در نظر بگیریم. این کار در واقع برای جلوگیری از باگ‌های نرم افزاری انجام میشه. کد ریفکتورینگ در واقع دارای دو مزیت هست. مزیت اولش رو میتونیم نگهداشت پذیری نام ببریم. با انجام کد ریفکتورینگ در واقع رفع مشکل در کدمون آسان‌تر میشه. با توجه به اینکه خوانایی در کد افزایش پیدا میکنه و هدف نویسنده کد راحت‌تر قابل فهم هستش. مورد بعدی بحث توسعه پذیری هست. امکان گسترش دادن قابلیت‌های برنامه‌مون بیشتر میشه در صورتی که کد از الگوهای طراحی قابل تشخیص استفاده کنه و قابلیت انعطاف پذیری داشته باشه. قبل از انجام بازسازی کد اتفاقی که میفته این هست که بر روی یک تکه کد باید یونیت تستمون رو در واقع انجام بدیم. این کار برای این هستش که ما از درست بودن کارکرد تکه کدمون قبل از انجام کد ریفکتورینگ مطمئن بشیم. و اگر این تست هامون شکست بخورن در حالت کلی همونطور که طبق در واقع شکل مشاهده می‌کنیم این تست ها رو باید برطرف بکنیم و اگر این کار انجام نشه تشخیص خطاهایی که به خاطر کد ریفکتورینگ درست شدن از خطاهایی که قبل از بازسازی کدمون در واقع کد ریفکتورینگمون در کد وجود داشتن دشوار میشه و بعد از کد ریفکتورینگ تست ها مجددا انجام میشن. اگر این تست ها در واقع فیل بشن در حالت کلی ابتدا باید مشکل این تست ها رو برطرف کنیم. اگر این کار رو انجام ندیم تشخیص خطاهایی که به خاطر کد ریفکتورینگ ایجاد شدن از خطاهایی که قبل از در واقع ریفکتورینگ کد ما وجود داشتن سخت میشه و بعد از ریفکتورینگ هم تست ها مجددا انجام میشن تا تایید بشن که ریفکتورینگ خطای جدیدی رو به وجود نیاورده. فرآیند کلی ریفکتورینگ به صورت یک چرخه تکرار شونده هستش و هر بار تغییر کوچیکی در کدمون ایجاد میکنیم نیاز هست که اون رو تست کنیم. اگر تستمون در واقع سکسسفول بود این چرخه رو دوباره تکرار میکنیم و در غیر این صورت تغییر ایجاد شده رو برمیگردونیم و سعی میکنیم تغییرمون رو در واقع از یک روش دیگه اعمال کنیم. در نهایت اتفاقی که میفته این هستش که ما برنامه رو از طریق گام‌های کوچیکی از جایی که حالا در حال حاضر هست به جایی که میخوایم میرسونیم. ما خب تو تیم‌هایی که داریم می‌بینیم به صورت 2 نفره و حالا یا 3 نفره و یا با تعداد افراد بیشتری به صورت اجایل در حال کار هستن و تیم‌هایی هستن که با همدیگه در حال پیاده‌سازی تولید در واقع نرم افزارمون هستن و تیم‌هایی که با هم در حال پیاده‌سازی یک نرم افزار هستن عموماً این مسیر اتفاق میفته که شما در واقع میایین کدی رو پیاده‌سازی می‌کنین و این کد رو با برنامه‌نویس‌های دیگه به اشتراک می‌ذارین و برنامه‌نویس‌ها در واقع میان ایده میدن که چه کار کنیم که این کد بهتر عمل کنه و در واقع چه تغییری بدیم بهتره که این کاری که داره انجام میشه بهتر از قبل اتفاق بیفته. فرآیند باید در پروژه ما ایجاد بشه که ما از این طریق بتونیم توسعه پذیری برنامه‌مون رو بالا ببریم. یعنی اینکه به مرور زمان که برنامه ما در واقع در حال این هستش که چرخه حیات خودش رو طی می‌کنه و در مدت طولانی به بلوغ میرسه بتونیم توسعهش بدیم. این امکان برامون به راحتی وجود داشته باشه و
در واقع فیچرهای جدید به اون بتونیم اضافه کنیم و افراد دیگه‌ای هم که میخوان کد ما رو بخونن به این نتیجه برسن که ما بهترین کاری که میتونستیم انجام بدیم رو در زمان خودش انجام دادیم. خب پس همونطور که تو تصویر هم مشاهده میکنین در کد ریفکتورینگ اتفاقی که میفته این هستش که میگیم 1 2 3 4 در واقع این استفا اتفاق افتاده و برنامه ما داره به نتیجه هم میرسه. حالا ما میایم این 1 2 3 4 رو تبدیل میکنیم به 1 2 3، یعنی تعداد مراحلی که داره انجام میشه رو کمتر میکنیم، یا اینکه همین 3 تا کاری که داره اتفاق میفته رو از یک مسیر دیگه‌ای که در واقع داره میره رو انتخاب میکنیم که پرفورمنس بهتری رو بتونیم به مخاطب ارائه بدیم و این اتفاق باید توی تیم‌های نرم افزاری کوچیک، متوسط و یا بزرگ بیفته تا نتیجه مطلوب رو بتونیم در اختیار مخاطبمون قرار بدیم. موفق باشید.